قفس تنگ زمین ارزانی تنگ نظران، پاکان را چوب خاک. اهل که باشی فتح خواهی کرد فراسای آسمان را. و تو چه عاشقانه اهل آسمان شدی در این زمانه تلخ و جفاکار که ابرها قصد خورشید کردند. چه خوش رستی از این بند، پر کشیدن گوارایت احمد. اوایل قرن یکم هجری روزگار ایران جز روی ناخوش نداشت و تیغ‌ها آخته بود به شعله کین. امانها بریده بود از ظلم پادشاهان و فتن و محن همچون پتکی بر رگ حیات مردم میکوبید. گویی ناعره جنگ خاموشی نداشت. هر دری که باز میشد فتنه ای در رند زوزه میکشید. ناخرسندی ایرانیان از حکومت بالا گرفت و نفسهای سلطنت ساسانیان به شماره افتاد. آتش جنگ و خشونت به طمع کشورگشایی و از سر کینه توزی نفس مردمان را می سوزاند و حیاتشان را به تاراج می برد. چشم هر بی پناهی در پی روزن امیدی بود و در انتظار علم فریاد رسی. با ورود سپاه اسلام ظلم و جور ساسانیان بنیانکن شد. علم توحیدی اسلام بر فراز رفت و هر آیینی در محال نشست. اواخر قرن یکم هجری اشعریون وارد خاک قم شدند. آنان در دوره فتوحات اسلامی و گشایش خاک ایران از ارکان سپاه اسلام بودند. مالک ابن عامر به عنوان رئیس شاخه شیعیان اشعری و پس از او فرزندانش احوص و عبدالله در زمره بزرگان این تبار قرار داشتند. حجاج ابن یوسف که از هیچ آسیبی به هاشمیان و علویان فروگذار نمی کرد، احوص را به سبب حمایت از شورش علیه حکومت به زندان افکند. عبدالله معتمد دربار بود، وساطت نمود و برادر خود را از زندان آزاد کرد. دو برادر تصمیم گرفتند با خاندان خود از کوفه خارج و به سرزمینی بروند که از آزار حکومت امویان به دور باشند. کاروان به قصد اصفهان به راه افتاد. قم منزلگاهی در مسیر بود که در آن تاریخ از مهمترین مراکز سنتی آیین زرتشتی ایران به شمار می رفت.
روز رسیدن اشعریون به خاک قم روزی بود که دیلمیان به قصد تاراج ساکنین آن شهر در راه بودند، غافل از اینکه این بار قومی عرب و جنگاور در کنار دروازه‌های ورودی منزل گزیده است. برای یزدانفزار که از بزرگان زرتشت در منطقه بود خبر آوردند که گروهی عرب در حوالی قم نزول کرده و به دستشان دیلمیان شکست خورده و پراکنده شدند. یزدانفزار جمعی را به استقبال اشعریون فرستاد و به آنان بسیار اکرام و احترام نمود. به این ترتیب اسباب رابطه معنوی و دوستانه‌ای پایه‌ریزی شد و عهدنامه‌ای بین اشعریون و زرتشتیان نوشته شد که هر دو گروه وظیفه حفاظت از جان و مال یکدیگر را پذیرفتند. اشعریون در کنار ساکنان بومی شهر سکونت یافتند و تعاملاتی سر گرفت. آنها به کار روی زمین‌های کشاورزی روی آوردند. وجود مردان سخت کوش اشعری در کنار زارعین محلی سبب شد تا کشتزارها پربار و ثمر باغات افزون شود. این روند بهره‌مندی اهالی قم و اشعریون را در پی داشت و موجبات دوستی و رضایت بیشتری را برای هر دو گروه فراهم کرد. اشعریون در شمشیرزنی و تیراندازی، جنگاوری و سلحشوری سرآمد بودند و به ازای بهره‌مندی از ثمرات کشاورزی و باغداری و زمین‌های حاصلخیز قم پذیرفته بودند که فنون رزم را به زرتشتی‌ها آموزش دهند. شیوه‌های کشت و زرع، عنابداری و استخراج آب از دل زمین نیز از جمله تجاربی بود که اشعریون در کنار زرتشتیان قم کسب کردند. کسب و کار کاسبان به سود رسید و بازار پس از سالها شلوغی و رونق را تجربه کرد. یزدانفزار و بزرگان زرتشتی برای رسیدگی به امورات کسب مردم و حل و فصل مسائل مربوط به آن از بزرگان اشعری کمک می گرفتند، چرا که آنان رسم و رسوم تجارت را خوب می دانستند. این روابط حسنه در جذب زرتشتیان به مذهب تشیع نیز بسیار مؤثر بود. برتری جایگاه اشعریون در امور سیاسی و اجتماعی و شمار روزافزون آنان نگرانی برخی بزرگان زرتشتی را موجب شده بود. در زمان حیات یزدانفزار با کیاست او همیشه راه بر مفسدین بسته بود و اختلاف و ناامنی دامنه‌داری وجود نداشت. با گذشت زمان اختلاف‌ها بروز یافت. آنچه به مشام می‌رسید بوی کینه و حسادت بود. بالاخره مرگ یزدانفزار رشته دوستی‌ها را گسست و آتش تشنج به دامن اجتماع افتاد. آشوبگران عهدنامه چندین ساله را زیر پا گذاشتند و بر طبل جنگ کوفتند.
نتیجه جنگ چیزی نبود جز پیروزی اشعریون و انزوای زرتشتیان. امور مختلف قم به دست خاندان اشعری افتاد و آنان به عنوان مهتران شهر ترویج مذهب تشیع را در صدر توجه خود گذاردند. پرداختن به امور مذهبی و در نظر گرفتن اماکنی مانند مسجد برای انجام مناسک دینی اولویت ویژه داشت. مسجد همچون قلبی در کالبد شهر به حیات آن روح می‌بخشید و شمیمی از معنویت و اسلام را می‌پراکند. از برکات دیگر مکتب تشیع شکلگیری مدرسه‌ها و کتابخانه‌ها بود. از اواخر قرن دوم قم مهمترین مرکز علما و محدثان شیعه به شمار می رفت و کتابخانه غنی شهر انباشته از کتب و منابع خطی اسلامی بود که برای تحقیق و مطالعه اندیشمندان دینی فراهم شده بود. نسخه برداری و تحریر متون، احادیث و روایات فعالیت دیگری بود که عالمان و اندیشمندان شیعی متعهدانه به آن پایبند بودند. حلقه‌های بحث و مراودات علمی برقرار بود و هر روز پربارتر و پویاتر جلوه می‌کرد. کم کم مکتب حدیثی قم با ویژگی خاص خود که مبارزه با غلف بود ظهور و بروز یافت و مورد توجه قرار گرفت. زکریا ابن ادریس، آدم ابن اسحاق، زکریا ابن آدم و ده‌ها تن از محدثین بزرگ عالم تشیع برخاسته از مکتب حدیثی قم بودند. بر گمانه تاریخ دعوت اجباری امام هشتم در سال 200 هجری قمری به مرو راهکاری بود تا شاید مخالفت‌های علویان با حکومت بنی عباس رنگ بازد و اوضاع تا حدی به سامان نشیند. حضرت معصومه سلام الله علیها 1 سال بعد برای دیدار برادر با کاروانی از مدینه راهی خراسان شدند. در حوالی ساوه و نزدیک قم موسی بن خزرج اشعری که در آن زمان از بزرگان اشعریون بود، همراه با تعدادی از اهالی قم به استقبال کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها آمدند و در نهایت احترام و ادب ایشان را تا شهر همراهی کردند. ابن خزرج خرسند از دیدار حضرت زمام ناقه را در دست گرفت و آن را در سرای خود فرود آورد. حضرت معصومه مدت 17 روز میهمان مردم قم بودند که طی آن زنان شهر به ویژه سادات خدمت ایشان مشرف و ارادت و محبت خود را به اهل بیت ابراز می داشتند. اما بیماری بر وجود نازنین آن بانوی کریمه غالب شد و طبیب و درمان نیز ثمری نبخشید. روح مطهر حضرت به آسمان پر کشید، در حالی که چشم به جمال برادر منور نکرده بود. علویان و دوستداران خاندان پیامبر که چند روزی بود با وجود مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها رایحه‌ای از مدینه النبی استشمام کرده بودند، عزادار شدند و به سوک نشستند.
پیکر پاک ایشان در باغ بابلان به خاک سپرده شد و به مرور مأمن زائران و دوستداران اهل بیت گردید. از آن پس توجه علویان و سادات نسبت به قم صدافزون شد و عده زیادی از فرزندان اهل بیت علیهم السلام نیز به این شهر هجرت کردند. گویی از اندیشه پرواز و عشق به آسمان بود که به درس و مکتب هم دل داده بودی. چه حکایتی بود ما را با آن کبوتر خواند. هر روز شیفته ترم می کردی از آن هنگامی که گفتی هر کبوتر را پیغامی است، به هوش باش از کفش نده. آن روز را یادت هست؟ پرسیدم پس چرا مرا هیچ پیغامی نمی دهند؟ گفتی اهل باش. گفتم اهل؟ لبخندی زدی و گفتی اهل که باشی پیغامت می دهند. سخنی که گفتی تا مهرخانه مکتب ملا خلیل هم زبان فکرتم بسته بود. آخر چگونه؟ مگر آن پیغام چیست؟ یقین داشتم که تو نیک می‌دانی. هماره بیشتر می‌دانستی، بیشتر از همه. چه زیبا بود قرائت قرآنت. همان روزها با تو میشد پای در دنیای دیگر گذاشت، دنیایی بس بزرگتر، جذابتر. ستایش داشت عشقت به آموختن، آنقدر که ملا خلیل شیطنت‌هایت را هم ندید میگرفت. اما من هر روز هوشم جای دیگر میماند، جایی که منتهاش تو بودی و گفته هایت. میبایست راه اهل شدن را از خودت میپرسیدم. اصلا آن پیغام چیست؟ در زمان خلفای جور که هر فعالیتی مبتنی بر عقاید تشیع با مقاومتی سخت از حکومت روبرو میشد، تربیت انسانهای کارآمد و با صلاحیت برای پابرجایی این مکتب آسمانی از اولویت بالایی برخوردار بود. احمد ابن اسحاق قمی از نوادگان احوص اشعری و از بزرگانی بود که در دامن خانواده‌ای شیعه پرورش یافت. پدر او اسحاق ابن عبدالله قمی نیز از اهل دانش و اصحاب امام کاظم بود. احمد که شخصیتی هوشمند و پرسشگر داشت، در مجالس درس و بحث بزرگان شیعه از شاگردان برجسته به حساب می آمد. او از شیعیانی بود که در آن برهه زمانی خاص با جسارت و اعتقاد کامل در پرداخت و جمع‌آوری وجوه شرعی اهتمام می‌ورزید و از خشم حکومت ابایی نداشت. سختگیری و خشونت خلفای عباسی در آن زمان و بیم آنان از اشاعه فرهنگ اهل بیت چنان شدت گرفته بود که دستگیری و زندان و شکنجه از برخوردهای همیشگی و عادی آنان نسبت به علویان و شیعیان به شمار می رفت. سپری شد ایام کودکی و آرزوهایش ماند.
آرزویم بود چون تو مالک ملکی بس بزرگ شوم، پر از مکاشفت و رمز و راز. حالا دیگر مخزن اسرار شده ای در قرابت اهل آسمان. چه دشوار است بی تو بودن، بی خبرم مخواه. از ایشان بودی بیشک، از اهل بیت، همچون سلمان برای نبی. بزرگ بودی، این را زمانی دریافتم که آن دست نوشته سرورآمیز بر تو رسید. فرزند ما متولد شد. ما این خبر را جز برای دوستان خود آشکار نکرده ایم. خواستیم تو را نیز با خبر کنیم تا خداوند مسرورت گرداند. چه غبطه‌ای خوردم به شأن و جلالت. امام عسکری تو را در سرور بیت نبوت شریک کرده بود. چه برات مبارکی. روزگار عراق در قرن سوم هجری عرصه خطر و حذر بود. در زمان امام عسکری علیه السلام حاکمان بغداد و سامرا سخت‌ترین تدابیر امنیتی را اجرا می‌کردند و اختناق سیاسی بسیار شدیدتر از قبل بود. اینها همه برای جلوگیری از ارتباط شیعیان با امامشان بود. با این حال حضرتش با اقدامات سری مانع از قطع ارتباط و تبادلات می‌شد. ابن اسحاق به عنوان نماینده امام در قم با ایجاد ارتباط بین افراد و امام نقش بسیار مهمی در زمینه اشاعه فرهنگ اهل بیت و تثبیت آن داشت. وی به عنوان سفیر امام عسکری علیه السلام علاوه بر هدایا و نامه‌های مختلف، خمس و وجوهات شرعی را که دریافت کرده بود به دست صاحبان اصلی آن می‌رساند. پاسخگویی به مسائل فقهی و اعتقادی به شکل مکتوب و همچنین کتابت احادیث و روایات معصومین علیهم السلام نیز در شمار فعالیت‌های احمد ابن اسحاق بود. رفتار بیرحمانه حکام، مصائب و مشکلات مالی و اجتماعی فراوانی بر مردم عارض نموده بود و شیعیان در تنگنا و رنج روزگار خود را سپری می کردند. دولت عباسی برای از بین بردن خط مشی امام و پراکندن یاران او به هر شیوه خصمانه‌ای دست می زد. در همین راستا حبس خانگی امام در منطقه نظامی به اجرا درآمد. عبور از چنین منطقه‌ای برای نائل شدن به دیدار امام کار هر کسی نبود و هوشمندی و شجاعت بالایی نیاز داشت. چه بسیار مشتاقان حضرتش که به سیاه چال افتادند، شکنجه شدند و یا به شهادت رسیدند. حضرت حتی در ایام حبس خانگی با نهایت کیاست و از طریق وکلا، مأمورین و پیغام رسانان خود کمک‌های مختلفی برای شیعیان ارسال می‌فرمود و در رسیدگی به امور آنان اهتمام می‌ورزید. احمد ابن اسحاق یکی از مأمورین زیرک و سفرای خبره امام بود که گاه در قالب فروشنده‌ای دوره‌گرد نامه‌ها و مراسلات را داخل چوب‌های نیشکر
یا کوزه روغن جاسازی می کرد تا آنها را به دست حضرت برساند. سفارش همیشگی ایشان به او و مأموران دیگر این بود که با زیرکی و احتیاط عمل کنند تا در دام جاسوسان و سربازان حکومت گرفتار نشوند. حضرت همیشه علاوه بر دعا برای شیعیان در پیغام‌های خود آنان را به حقیقتی سر به مهر نوید می‌داد که نشان از یک حجت الهی داشت و روزگار رهایی. احمد ابن اسحاق: خداوند از روزی که آدم را آفرید تا روز قیامت زمین را از حجت خود خالی نگذاشت، حجتی که به سبب او بلاها را از اهل زمین برطرف می کند، باران را فرو می فرستد و برکات زمین را از دل آن خارج می کند. خداوند شما را و شیعیان ما را در پناه خیش حفظ بدارد. هر کس به ما پناه آورد ما برایش پناهگاهیم و هر کس از ما منحرف شود اهل آتش است. ابن اسحاق پس از سالها دانش‌اندوزی مفتخر به شاگردی حضرت عسکری شد. او علاوه بر برجسته بودن در جمع شاگردان، یاران و مرتبطین حضرت در زمان خیش، به عنوان پیشوا و بزرگ فقها، علما و محدثین قم شناخته میشد. احمد ابن اسحاق در میان انبوه علمای شهر چهره درخشان و شاخصی داشت و از معدود بزرگانی بود که محضر چند امام معصوم را درک کرده و وکالت امام 11 در قم را نیز بر عهده داشت. از مسئولیت‌ها و افتخارات دیگر ابن اسحاق در زمان امامت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدگی به موقوفات و رتق و فتق امورات مربوط به آن بود. در واقع پس از رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها در قم و در زمان امام 11 املاک بسیاری اعم از کشاورزی و غیر آن وقف ائمه اطهار و حضرت معصومه میشد که زیر نظر دقیق احمد ابن اسحاق قرار داشت. از سوی امام حسن عسکری علیه السلام دستور ساخت مسجدی در قم صادر و وکالت اجرای آن به احمد ابن اسحاق سپرده شد. پیگیری وی به عنوان وکیل خاص حضرت در کنار بزرگان دیگر شهر و افراد خبره
منجر به بنیان نهادن مسجدی شد که به عنوان کانونی برای شیعیان در قم و به نام امام حسن عسکری علیه السلام شهرت یافت. در شرایط خفقان حاکم موضوع جانشینی بعد از امام عسکری علیه السلام در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. احمد ابن اسحاق به محضر حضرت عسکری علیه السلام در سامرا شرفیاب شد تا پاسخی برای شیعیان داشته باشد. در محضر امام هنوز سخنی در این مورد نگفته بود که امام علیه السلام فرمود: ای احمد ابن اسحاق، خداوند متعال از اول خلقت آدم تا امروز زمین را خالی از حجت قرار نداده و تا قیامت هم خالی نخواهد گذاشت. زهی تو را سعادت، زیارتت مقبول، به منزلتت رشک برند مؤمنان و منتظران. در کلام امام هیچ از خاطرم نرود که فرموده بودند: ابن اسحاق، اگر نزد خداوند بزرگ و ائمه اطهار علیهم السلام مقامی والا نداشتی، فرزندم را به تو نشان نمیدادم. اوست که زمین را لبریز از عدل می کند آنگاه که از ظلم پر شده است. حال احمد، بیا با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. احمد ابن اسحاق پس از چندی که در سامرا و در محضر امام 11 مانده بود قصد قم نمود. در لحظات خداحافظی با امام آرزو کرد: امیدوارم خداوند این دیدار را آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. غباری از اندوه چهره نورانی امام را پوشاند و زمزمه کرد: ای احمد ابن اسحاق، خودت را به زحمت بیهوده نینداز. در بازگشت از این سفر خداوند را ملاقات خواهی نمود. ابن اسحاق پارچه‌ای از حضرت طلب کرد تا آن را به عنوان کفن همراه داشته باشد. امام پارچه‌ای را توسط فرزند بزرگوار خود به ایشان هدیه دادند. کاروان به راه افتاد و پس از چند روز طی مسیر در حلوان توقف نمود. وضعیت جسمی ابن اسحاق رو به وخامت گذاشت و در بستر بیماری افتاد. آن بزرگوار که خبر داشت آخرین لحظات عمر خود را سپری می کند، از همراهانش خواست
تا او را تنها گذارند. انتظار به سر رسید و شمیمی دلکش وزیدن گرفت. چشمان پر امید احمد به جمال خورشیدی نور گرفت که هر قدمش به سوی جنان دری می گشود. این گونه شد که آن روح پاک اتصال خود را از جسم خاکیش گسست و با باری سترگ از تقوای الهی و عمل به شرع و کلام حق آهنگ ملکوت کرد و به ابدیت پیوست. سخت است این فراق، رفتنت جانسوز است حبیب آسمانی من. چه شتابان عزم رفتن کردی در این زمانه ناساز و نفسگیر که دل سیاه کینه توزان و هواپرستان تا به حضور نور نداره. جان فرساست ماندن و پای در بست و بند خاک دیدن. کی میرسد این روزگار رهایی؟ کی میرسد طلوع؟ خوشا به حالت، خوش رستی از این بند، این قفس. سلام و قیام مرا به محضر حضرت خورشید عرضه کن. بگو که منتظرند، به تابه آفتاب که فقیرند اهل زمان.